چیزای دیگه، دستگاه بازی کنیم، لپتاپ بازی کنیم، حالا چیزای دیگه. امروز اومدیم خلاصه که الان بهتون گفتم و هیچی دیگه. بریم سراغ ویدیو. لایک سابسکرایب بهتون نره. لیتس گو. در مرحله اول اینه که میز کار و یا میز تحریرم رو بهتون نشون بدم. از تلویزیون شروع کنیم که چسبیده به دیوار چسبیده به دیوار. اینجا اینو داریم. خب اینجا این ساعته، وقتی خاموشه آینه میشه و بغل لیستش هم گل و اینجا هم کلید پریز و کنترل و اینا. خب میرسیم به پایین نیست. خب اینجا عروسکامو گذاشتم. حالا این جاش باید اینجا باشه که من برای ویدیو گذاشته بودم اونجا. خب این ایرپادمه، دستمه و عروسکا. میایم این طرف. اینجا یه دونه لپتاپ لنوو هست. اینجا یه دونه دستگاه PS4 است. اینجا هم یه دونه کفتر است. این دوتا کشو اینجا رو بهتون نشون بدم. خب این دوتا اینجا چه کار میکنه؟ آقا اینو به جا، اینا کاربرگامو گذاشتم اینا. بالاخره اینجا اینا رو گذاشتم. این پنجه‌ای رو نمیدونم از کجا پیدا کردم، زیر میزم بود و اون تمام اینا و اینا رو میخوایم براتون یه سورپرایز دارم میزنیم براتون. خب اینجا به جا و خب بعد اینجا یه دونه توپ هست که اینجا نشستم با توپ بازی کنم. خیلی از سوال میشه که این برای چی هست اصلا. اینو میزنم به این، بعد اون فلاشر هم که دیدید میزنم به اون آینه، اون ساعت میشه. و اینجا هم کیف و صندلی، دوباره این و اینجا هم عکس و اینجا هم عکس همونه. خب و اینجا هم رخت خواب ما است و دوباره کفتر میبینیم. خب بعد بچه الان موضوع این ویدیو چی بود؟ خب پاشو. خب موضوع این ویدیو چی بود اصلا؟ یه ساعت و نیم با ما باشید. حالا نهار بخوریم، مرتب کنیم، درست کنیم، خراب کنیم. حالا بعدش اولین کار رو باید چیکار کنیم؟ ویدیو استاپ میشه و دوباره میاد. گو. خب آقا ما تصمیم گرفتیم که اول به شما بگیم بعدا بریم کارمون انجام بدیم. میخوام برم قیچی بیارم و اون عکسایی که بهتون نشون دادم سورپرایزیه رو چیز کنیم. برو زحمتشو بکش، ویدیو رو استاپ کن. همین. آقا تا علی میره قیچی رو بیاره، الان رفت قیچی بیاره. لایک کن، سابسکرایب یادتون نره و اون زنگوله کوچیکم روشن کن که اگه ویدیو گذاشتم و نیومد پیامش اونو بزنی، اولین نفری میشی که ویدیو رو میبینی. کامنت هم بذارید، ممنون میشم. منتظر علی میشیم ویدیو استاپ میشه. خب علی رفت ویدیو رو آورد و این بچه فیلم بردار ما میشی لطفا همین یه لحظه. خب دوربین رو بردار، فقط دستت به چیزی نخوره ویدیو از اول میاد. خب اینجا رو نشان بده. خب داداش چرا خیلی فیلم بردار خوبی هستی، ولش کن. ولش کن بده من. آقا نمیشه. خب شاید اینجور بشه. واسه بذار بعد اینو بذار روش چی؟ سنگ واسه. خب علی نکن. خب
الان داره اینجا رو نشون میده اگه دست من رو میبینید. خب این کشو رو باز میبینید، این قیچی. خب اینا هم که این چیزایی که میخواست. بیا اینجا رو کلا عوض کنیم. تو قیچی رو ببر، منم اینا رو میارم. ببرم اینجا بیار بابا. خب وسایل مورد نیاز. خب بیار اینجا تکه بدهیم. یه لطفا برو چوبیه رو بیار. علی خیلی لطفکار است. خب اینو بذاریم اینجا. خود بیا از اینجا پیشیم. خب ببین، نه نکن. خب بلکن. ببین اینجا رو تو برو چسب رو بیار. برو تو کیف همه جامعه دادی، ما برو چیز کن. قیچیه توش تو جامعه دادی. در حال انتظار. چی؟ در حال انتظار. چی بیاره؟ چسب. آشغالارم باید زحمت بکشیم. بابا چسب رو میخوام، جامعه دادی را نمیاد میشه. خب بیبندش. خب این چمدن. خب ایسا من اینجا چی کردم؟ تو اینجا باید بیشینی نگاه کنی. واسه تو این چسب رو بگرد. پیدا کن. خب بچسبون به یه جا. خب دوباره میخوای سریع میشه، دوباره بچسبون، دوباره پیداش کن. مادر الکاپیتیه چسب. بابا نرین توش. عجب سیبیل نازکیه. نگاه سیبیل نازک چیسته؟ بیا به خودم عطر بزنم. پیس 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 پیس. پول برعکس. هرچی بس. آقا ما اینا رو قیچی زدیم بهتون میگیم. خدا نگهدار. آقا اولش رو درست کردیم. این شد. خب الان میپرسید علی کجاست؟ علی اینجیست. علی اینجیست. خب این اتکلونه فقط مونده. فقط اینم یه سوته میبرم. یکی دوتا چشیر. یه لحظه. یکی اما با یه دست نکن. بابا یه دقیقه ساکت داره صدا
اوه اصلا میکروفون داریم. من برم میکروفون رو بیارم بیام. بس شد. آره خب علی در انتظار جا کردن میکروفون. خب آقا ما اومدیم، این مونده، ببین خیلی کم مونده ازش. آها سریع میخوام بزنم. آها تنها مشکلی که داریم میخوام ببینم با چسبه شیشه ای زش میشه یا بد میشه، این مشکلمونه. در بابا بذار دیگه. آهان شد. خب یک دو دنبله مکی Top, yes. Typisch top. Aha. خب خب بچه ما اینو بریش زدیم، اینقدرش مونده، بریش زدیم میایم براتون. لیتس گو. آقا داشت من نتونستم این عطر رو بعد خوله همه درست کنیم. این دوتا که نمیخوان، این دوتا تیپش تپ یه سی برمیگه، اینم بذارم اینجا یا اینجا مانی بشه. نه اینجوری میشه، نه زشت میشه. در انتظار سندی بیاد پیشم بخنده. Stop. Yes. خب اینجا اذیت هم میکنه، اینو میذاره اینجا. اوکی حل. بودم خرابش کردی. حالا کردیش ولش کن، اون بر خود نمیخوام. سلاطین این آشغالا رو جمع کنیم بریم برای وصل کردنش. آشغال جمع کردن بهتون میگم. لیتس گو. قدم نتونست و داریم آشغال جمع کنیم. علی هم داره میکروفونش رو درست میکنه. در مشکل میکروفون. خب درست شد. یک لحظه آقا تمام ما اومدیم. برو در بکن. خب خب ما اینا رو آماده کردیم ولی اون لحظه خراب شد که گفتم بهتون. الان بریم بچسبونیمشون با این چسب. 1 دقیقه هم ویدیو رو استوب میکنم، الان میام. آقا بریم بچسبونیم. الان مرض داری؟ ما اونو اونجوری نکردیم. برو قیچی رو بیار. کجاست؟ ها؟ کجاست؟ تو کجا گذاشتی؟ الان میپرسم گیرم.
مثل منی باهوشه درگیری در همی در انتظار علی بیاد پیشم بخندی خب در رو مرتبه خب بده بیشی خب اینو از اینجا میزنیم سکنه داد بلانه خب ما میاییم به خدمتتون. خب آقا اومدیم و قیچی چسب اولش که میخوام اینو بچسبونم این لبو ها این لبو رو چجوری میچسبونیم؟ برای خیلیاتون سواله. اینو یا اینجوری میکنیم. خب اگه زشت شد خب زشت میشه اینجوری. از اینجا میخوام بچسبونم بعد یه ذره اینو وازش میکنم. خب اینو از اینجا بزن قیچی بزن از اینجا. خب حالا خب اینو خب بیچاره گوه آتون رو براتون بزن. بس میکروفون رو بیارم. خب اینجا رو از اینجا میاری. خب این از اینجا قیچی بزن. بودو بابا بودو تا جایی که میتونی چسبه رو بزن. اینجا صداش بیاد. نه علی ول کن اونو بذار تو اونجا یه جایی بذار. حالا خب اینو خب اینو حالا به اینجا میزنی. خب اوکی این دیگه نمیخوای. حالا میرسه به این نوبت این. تا اینجا بزن.
خب دستت نده تو روی. ها؟ دستت نده تو. این از این نه این خب اینم از این حالا این یکی تا اینجا نکن نزن علی بابا نزن باشه خب این از اینو چه از اینجا بزن اینو بهتون نشون میدم و بریم سراغ کار بعدی. لیتس گو. خب بچه‌ها تو چه؟ اینم از اینجوری اینم از این بریم سراغ مرحله بعد. خب آقا موسو برش داریم و بذاریم و بریم. موسم که روشن بله روشن آقا این عکس رو نمیدونم از کجا آوردمش. اما بچه ها اینم تازه گرفتم که ویدیوشو آورده بودم. اینجوریش کنم شما هم ببینید. خب اول اینکه از کجا باید بیام و برم. اوکی این چیزایی که من دارم اون میخوام به یه آموزش کوچیکی بدم که برای اونایی که لپتاپو زیاد بلد نیستن. آقا این گوگله. خب و این میتونید در توش گوگل واقعی رو نصب کنید ولی این بهتر از این گوگل های واقعیه. و اینو نمیدونم اینم چیزامه اپلیکیشنامه اینم 2 تا فیلمه و اینجا هم پاکونامه و اینجا هم برنامه هامه. اینجا هم کنسول. اینجا که میای خب من میخوام چند تا عکس بهتون نشون بدم. وایسید بچه من اینو کشیدم. خب
ولی یه چی یادم رفته. یه چی مثلا 3 تا کشیده بودم که این بود، اون 2 تا پاک شدن، نمیدونم چرا، ولی دیگه از این به بعد فهمیدم که باید چیکار کنم و این شد. اینم از لپتاپ. وایسا برم تو دوربینش خودتونم ببینید، دوربین به دوربین بشو. و اینکه اینم از دوربینو کجا رفتی؟ بابا نکن، یه لحظه وایسید بابا، اسکول نکن. چی گفت به اینا دست بزنی آخه؟ در کاری کدیم الان اینو ببر شال. خب یه خرابکاری کرده بود و درست. بابا نکن اونو. خب حالا اینم از شمایید و همین دیگه. یه عکس دوربین به دوربین بگیریم. باشید اون اشکویم اونجا افتاد. خب و اینکه همین دیگه، من اینو خاموشش کنم و بعد کیبوردم هم نه خاموشش کنم، موس رو خاموش میکنم، کیبوردم هم بهتون نشون بدم. این از کیبوردمه. خب دوربین رو میارم نزدیک، میکروفونم میارم نزدیک نکنید. خب اینه صداش. و اینکه اینم از دکمه خاموش لنوو هست. موسش هم خاموش کن. اینم از طرحمونه. موسش رو خاموش کن. نه اونجوری نیست، برعکس کن موسو، پشت موسو بیار. خب اونو بزن، اونو دکمهش اینها. بابا دکمه هاشو فشار ندی، بعدم میگی بلدم. خب این میکرو. بابا نکن، اینو بگیر بکن. اینو وقتم. خب این از تلویزیونمه که اول بهتون نشون دادم. اینم از دستم که بهتون نشون دادم. کیبم بازه. این نکن، اینو بده. خب آقا نشد، ولی ما نهار رو خوردیم، رفتیم بیرون، چرخیدیم و اینکه هیچی دیگه. خاموش نکن تا ویدیوی بعد. خدا نگهدار. خداحافظ.